سلام دوستان، خوش اومدید به پارت دومی که باید کلاچ. طبق پارت قبلیمون باید از هر بلاکی که هر ارتفاعی که شما گفته بودید باید کلاچ کنم و باید با هر بلاکی بعد ویو زیاد نخورد. کامنت ها یک نفر فقط گفتش که فقط میخواست ما رو بکشتن. خب بعدی هم که لایک ها پایین بود، لایک ها خیلی پایینه، لطفا لایک کنید، به خیلی انرژی میده. خب بریم سراغ اولین کلاچمون. فقط برسه کنید. اولیش که با واتر بود با اسلام، یعنی انجام بدیم تا وقتی که من نمیدم بالا لایکسا بیاد بزنی که این خیلی انرژی میده. خب اولی با واتر. خب بعدی هم با اسلام. خیلی ایزی نه انجام بدم. خب بعدی این تورنکبوته با همین من اینجا کات میکنم. بعدی از 5 بلاکی با تورنکبوت و اندرپل. اولی اندرپل. خب بریم الان بعدی هم تورنکبوته. خب با تورنکبوت ببینم چیکار میکنم. تونستم. اینم ایزی بود دوست، ایزی میزی. فقط بعدی پرم. لحظه من اینجا رو بعدی رو که این داداشمون گفتش از 360 بلاکی باید بریم. فکر کنم میخواست منو پاره کنه. نگاه کنه کامنتشو نوشته باز 360 بلاکی با قایق. درسته من موسیقی دارد حیات بیسامده است. درست من آخه دیریم تازه اون تا نصف اینو نصفش هم دقیقا نبود ولی با قایق رو ساخت کرد. ولی من از 360 بلاکی که نمیتونم برو. حالا بریم امتحان کنیم جالش. بریم لیتس گو. بعدی این داداشیمو که گفته بود از 360 بلاکی با قایق کلاچ کن. بریم امتحان کنیم ببینم میتونم. اول سیمشیم نسخوره فکر نکن. علی دارم میست گذاشت سواش کسی هم مثلا خود قایق باشه خود روی خود قایق میتونه کلاچ کنه. علی من شکست رو قبول نمیکنم. یا علی بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مدد کشتی شدم. یکی دیگه اینو باید بتونم نه تونست. دوستان این آخریه، اگه نتونستم شکست قبول. علی بسم الله الرحمن الرحیم.
میرسم شوخی کردم. خیلی بیا اگه نشه که دیگه چوب خب نتونستم کلاس کنه دیکم رفت کن داداش دقیقا میگفتی در بلاکی بکن از سرکونه کجا هم میگفتی بدتر. خب پارت بعدی دوباره تو کامنت رو بنویسید که دوباره از چند بلاک و با چی کلاس شد. خب خدافظ. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایبتون نره. خدافظ.